سلام دوستان، وقتتون بخیر. ما توی برند داستر 3 مدل خردکن داریم که همشون 2 مدل تیغه دارن. یه تیغه فولادی، یه تیغه تیتانیومی، یک سری همزن همراهشونه و یک سری پوستکنم و جنس کاسه همشون هم کریستاله. هم شفت و هم کوبل توی این خردکن‌ها از جنس فلز هستش و مشکلی برای دستگاه پیش نمیاد حتی اگه مواد سنگین هم باش بزنید. و موتور این دستگاه 400 وات فقط مصرف برقشه، از اون ور 1800 وات بهمون قدرت و خروجی میده که باعث میشه توی مدت زمان خیلی کمی ما مواد رو خرد کنیم. یک مدل تیغه فولادی داریم ما توی دستگاه داستر که مخصوص مواد سنگین مثل گوشت، مثل یخ و ایناست، و یک مدل تیغه تیتانیومی داریم که طراحی تیغه تیتانیومی متفاوته و مخصوص مواد ظریف‌تر مثل سبزیجات، پیاز و اینجور مواد. ظرفیت کاسه‌های داستر هم 3 لیتره که واسه مصارف خونگی استانداردترین حالتیه که در نظر گرفتن. شما میتونید مواد خیلی مختلفی رو با این خردکن‌ها بزنید که من در ادامه ویدیو تست چند تا از مواد رو براتون میذارم. همه محصولات داستر هم 1 سال گارانتی تعویض، 2 سال خدمات و 15 روز هم مهلت تست همراهشونه.